سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم عالی باشین و همه چیز بر وفق مراده. خب خیلی خوشحالم که دارم این ویدیو رو میگیرم، چون میدونم چه اتفاق خوبی قراره بیفته برای هر کسی که این ویدیو رو ببینه و این کاری که میگم رو انجام بده. منم مثل شما باورم نمیشد، یعنی روزی که این کلیپ رو دیدم نه اینکه اصلا فکر کنم غیر ممکنه، ولی اینکه به این سرعت اتفاق بیفته اصلا تو باور منم نبود. با اطمینان میگم $100 میدم به هر کسی که این کار انجام بده و نتیجه نگیره، چون غیر ممکنه نتیجه نگیره. هم خودم امتحانش کردم، هم به دوستام گفتم این کار رو انجام دادم و تک تکشون نتیجه گرفتم، اما فقط درباره خودم. چند روز پیش یه پادکست توی اینستاگرام دیدم که یک آقایی داشت حرف میزد و بنرش این بود که $100 بهتون میدم اگر نتیجه نگرفتین، که من هم امروز همین رو میگم. اگر نتیجه نگرفتید یه کاری رو گفت که انجام بدین، 1 روز فقط زمان میبره، توی 1 روز 2-3 تا کار کوچیک انجام میدین و نتیجه میگیرین. من این کار رو انجام دادم و لحظاتی که داشتم انجام میدادم فیلم گرفتم. حدود 2 هفته از این ماجرا میگذره، اما چه زمانی اومدم این ویدیو رو گرفتم؟ من همون روز نتیجهش رو دیدم، اما خب نتیجه کلی نبود. زمان دادم که مطمئن بشم اون مرحله جدید اتفاق افتاده و بعد بیام به شما بگم که الان که نشستم و این ویدیو رو دارم میگیرم و بهتون میگم، اون اتفاقی که حتی من کوچکترین نشونه‌ای هم از رسیدن بهش نمیدیدم و نبود تو زندگیم، الان میتونم بگم وارد اون مرحله از زندگی شدم و اتفاقای جدیدی رو دارم تجربه میکنم و اصلا نوع زندگی کردن من وارد یک مرحله جدید و خیلی خفن‌تری شد. من یه خواسته‌ای داشتم که تا اون موقع حتی نشونه‌ای از برآورده شدنش تو زندگی من دیگه نبود، حالا به هر دلیلی تو مسیر خیلی چیزا متوجه شدم، ولی الان میتونم بگم به طور کامل خواستم برآورده شده و من همون روزی که این تکنیک رو انجام دادم، عصر همون روز یک نشونه دریافت کردم. روزهای بعد یک نشونه، روزهای بعد نشونه‌های بیشتر و الان کامل به خواستم رسیدم. کارهایی که کردم و ویدیو گرفتم، پشت هم میذارم. موضوع اصلی بهتون میگم که چی بود و چه کارهایی باید انجام میدادی، اما ویدیوهای منو ببینید بعدش بهتون میگم که چی بود. اول صبح که دوش گرفتی اومدی جلوی آینه وایسا، این شکلی 10 بار تو چشم خودت نگاه کن، به خودت بگو دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، تو لایق بهترین هایی و هرچی بخوای میرسی، تو شایسته بهترین هایی. با خودت حال کن، به خودت لبخند بزن و بعد 25 بار نفس عمیق، صبح، ظهر، شب. من امروز تمام این کارا رو میخوام انجام بدم. اگر این ویدیو رو براتون گذاشتم بدونید که نتیجه گرفتم دیگه، وگرنه نمیذاشم، چون خودم اول دارم تستش میکنم، میدونم که چه تاثیراتی قراره بذاره، ولی حالا به این شکل که اگر نتیجه نگرفتی بیا $100 بهت میدم، خب باید اول تست بشه. 10-15 باری هم قبلش کشیدم. ظهر فکر کنم بیرون باشم، ولی هر جا بودم انجام میدم دیگه، ویدیوشم میگیرم. خب غروب شد، قرار بود 25 بار صبح، 25 بار ظهر، غروب شد، 25 بارم غروب. نفس عمیق بکشیم، از بینی دم، از دهن بازدم. گفته شده بود که صبح به محض اینکه چشمتون رو باز میکنید، قبل از اینکه هیچ کاری انجام بدید برید دوش بگیرید. یعنی صبح به محض اینکه بیدار میشید چشمتون رو باز میکنید، میرید یه دوش میگیرید و زیر آب سعی کنید کلمات مثبت بگید، خدا رو شکرگزاری کنید، به خودتون بدنتون انرژی بدید، بیاید بیرون. بیرون که میاد برید جلوی آینه وایسید. جلوی آینه وایسید و تو چشمهای خودتون نگاه کنید. به خودتون 10 بار بگید که دوستت دارم، دوستت دارم، مثل کاری که من تو ویدیو انجام دادم. لذت ببرید از خودتون. و این کار رو 1 بار ظهر انجام میدیم، منتها دوش رو همون 1 بار صبح. ظهر فقط نفس عمیق میکشی و به خودت عشق میدی. عصر هم مجدد این کار رو انجام میدی که من تو هر 3 تایم تو یک حالت، حالا 1 بار بیرون بودم، 1 بار عصر تو خونه بودم، صبحش هم بعد از ظهر این کار رو انجام دادم. هم نفس عمیق رو کشیدم، هم به خودم عشق دادم و تمام.
اتفاقی درون شما میفته که تو بیرونتون تاثیر میذاره و واقعا زندگیتون وارد مرحله جدید میشه. شما لازم نیست بگید برای این خواسته یا اون خواسته، شما این کار رو انجام بدید، خود به خود تو مسیر خواسته هایی که خیلی به نفع شماست و مسیر شما رو عوض میکنه و حالتون رو عوض میکنه قرار میگیرید. فقط کافیه یک روز این کار رو انجام بدید. من یک روز انجام دادم، همون روز نشونه دریافت کردم و الان که 2 هفته از اون روز میگذره من کاملا به خواستم رسیدم و به خاطر رسیدن به خواستم دارم شکرگزاری هم میکنم، به خاطر اینکه زندگی من از اون روز دوباره وارد این مرحله، من این رو بارها احساس کردم، بارها تو زندگی من اتفاقاتی افتاده که یک مرحله جدیدی بوده و این هم یکی مثل اونها. خلاصه این که دلم نیومد اینو به شما نگم و خیلی خوشحالم دارم میگم، خیلی زیاد خوشحالم، چون میدونم که چه اتفاق خوبی میفته و خدا رو شکر میکنم که من یک وسیله‌ام که این پیغام رو به یه سری از آدم‌ها برسونم. امیدوارم که همیشه عالی باشین، زندگی بر وفق مرادتون باشه و خیلی راحت و در آرامش به همه خواستاتون برسید. شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. فعلا